5 تا از سیارات مرموز و عجیب. شماره 5. اوزیریس. اوزیریس سیاره‌ای هست که اگر در اون قرار بگیریم و برگردیم به زمین، انگار سفر در زمان کردیم. شماره 4. گلیس 436. گلیس 436 آیا تا به حال برات سوال نشده راه رفتن روی آب و زغال چه حسی داره؟ در این سیاره اینجوری. شماره 3. کوروت اگزوس بی. کوروت اگزوس بی سیاره فراخورشیدی است که اونجا هوا نه گرم نه سرد، بلکه چگالی زیادی داره. شماره 2. زهره. خب بد نیست بریم تو منظومه شمسی، منظومه خودمونه. زهره شبیه سیاره زمینه و به سیاره دوقلوهو گفته میشه. و شماره اول OTS 44. چیزی که اومد تو ذهنت حتما آپه، یک سیاره. باید بگم که خیر، این یک شهاب سنگ هست که در حال چرخش است و انقدر بزرگه که 20 تا زمین توش جا میشه و اگر به یک سیاره بخوره منظومه شمسی نابود میشه. سابسکرایب یادت نره.